مردی که ریدی با این شستنت. من ماشین قبل کارواش خیلی تمیزتر بود. انعام نمیدم. انه چه آمی برای چه سمانت دیگه میخوای خدا وکیل پول ما ندی مرد زمان من مسئله تو خدا وکیل چه بزنی میکنه زیر کار حرفات چیه نمیدونم ایده میخواد پول من نده صاحب اوکفش مونده ایده میخواد پول من نده من مسئله تو تعبیر بگی میگه بعد میشونه الان بیا نگاه کن گوشت و پوزه میبینه رسیده به استخون لا 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 بسر اینجا کار باشه. نه با زنا جمع شدیم دور هم آبگوره بگیریم به احمد بگو دیگه بیا دست در خره مردی که اما دم در زدی کارواش 500 برای روش یا توشه؟ روش توش 500 نمیشه توش نباشه؟ اصلش توشه بده بالات بیام چی بدم بالا؟ ترمز دستی بده بالات بیام ابو طالب خود داره سوال میکنه جوابش میدیم اما اگر روش توش نکن برو دفتر اونجا به منم ربطی هم نداره ولی بازم اصلش توشه این ماشین من کی شاسه شارژر داشتم نیست. من در جریان نیستم مرد حسابی تو شاسی لابد خودت برداشتی. چی میگه حرف الکی بره چی میزنی مرد حسابی این شارژر تو بینی چرا؟ خب این هم گوشی منی چرا؟ این به این میخوره نه برو با امید خدا چی میگی دیگه مال منو بش از خودت دوز نکن الو کدوم بانک میگم ما شما چرا اختلاس نمیکنی در تخته بانک پولم شما رو نخواد قسط بدیم من دارم بری 2 قرون هر روز میرم زیر همه میگه منم عوضی من تو کارواشم ماشین دارم میگم دنیا رو میبینی این روزا همه تو کف من ابو طالب کفی ماشین نشون 90. این 90 چیه دیشب هم تو دایره یکی گفت برات 90 بفرستم من موندم و کجا فهمیده پشت گوشی من تو کارواش کار میکنم این روزا هم هر کی با ما کار داشت می‌خواست ماشینشو بیاره کارواش این ماشین من کی شاسه؟ احمد گربه‌شور 1000 بار گفتم بعد میشه اخراجش کنید بره کار عزیز دلم خوب شاسه میخوام انعامش بدم. با یا حسین تو دستش ایران چکه جون خودت تو رو بخوره بیا احمد بگو تو نشستی من شستم خدا وکیل احمدم گشتش میال ول میکنه این ماشین من کی شاسه؟ من شستم احمد هیچی نگویده به جای قبلی ها اینقدر کارم تمیزه که مال انعامو بده خیلی مفید خوبه من انعام چه قضیه که میترسه فرار کنه سیم کشی ماشین باجه بردی آی بخورا کار من احمد ناگفتم بیا گردن بگی بگو کار من موتور دارم من